میگویند سلام علیکم، یک شخص 3 گاوی به گوساله دارد، 10 تا گوسفند، 100,000 سوم روسی زکات میدهد چقدر؟ التماس جواب دهید. علیکم السلام. 3 گاوی به گوساله، اینها اگر در چراگاه میچریده باشند مثلا زکات نیست، برای آنکه گاو اگر تا عددش به 30 نرسد از آن زکات داده نمیشه. اگر اینها را در خانه میپاییده باشید و با مقصد فروش باشد، مثلا یک انسان 3 گاو را میخرد و یک مقدار معین در خانهش نگاه و بین میکند، بعد برده در بازار بعد تولد کردنش یا اینکه بعد فربه شدنش میفروشد، این عروض تجارت حساب میشه، در این صورت زکات میده. لیکن این 3 گاوی به گوساله باشد و مثلا شیر و قیمقش را میفروشد میخورد، به همین واسطه زندگی میکرده باشند، از خود این گاو و گوساله ها زکات نیست. فرقش را بینید. اگر برای فروش باشد بله حساب میکنید، نرخ هر 3 این را اگر فروشی چند سوم میشه حساب میکنید و 100,000 روبل روسیتان را بر بالای این ضم میکنید و بعد 2.5 فایزش را زکات میدهید. والله اعلم.